عروسی داریم چه عروسی، همه چی به ظاهر آرومه ولی اونجوری که باید معمولی باشه نیست. گریس عروس داستان با یه لبخند واقعی جلوی آینه وایساده، لباسی ساده، آرایشی ملایم، نه از اون تیپ آدمایی که دنبال پولن یا دنبال قدرت. یه دختر یتیم که تو پرورشگاه بزرگ شده، اما حالا قراره بخشی از خانواده‌ای بشه که همه چی دارن. خانواده لودوماس، سایه‌دار، قدیمی و ثروتمند. یه امپراتوری ساختن از بازی. بله، از بازی‌های سرگرم کننده مثل کارت، تخته، شرط، قمار. از بیرون شبیه افسانه‌ان ولی تو خونه‌شون حس غریبی جریان داره. یه جور سکوت کشدار، یه سنگینی که رو دوشت میشینه. همزمان تو اتاقی که گریس هست، الکس هم وارد میشه دوماد داستان. از قدیم گفتن دوماد قبل عروسی عروس رو ببینه بدشانسی میاره. ولی گریس اصلا به این چیزا اعتقاد نداره که. برادر الکس، دنیل، که انگار از گریس هم خوشش میاد، وارد میشه. با اون شوخیای نصف نیمه‌ای که معلوم نیست جدیه یا طعنه است. میگه اگه الان فرار کنی هنوز دیر نشده. الکس لبخند نمیزنه، فقط یه نگاه خیره میکنه، یه لحظه طولانی‌تر از معمول. یه چیزی هست که دنیل نمیگه، ولی چی؟ اون چیزی که بین خودشون میدونن یا چیزی که بیرونی‌ها نباید بفهمن؟ عروسی توی عمارت قدیمی با صفا برگزار میشه. درختای بلند، سالن‌های چوبی، پنجره‌ای که انگار از یه قرن دیگه اومدن. خانواده پر از چهره‌های رسمی، لباسای تیره، نگاه‌های دقیق. مادر شوهر مهربون، دلسوز، اما با اینکه سعی میکنه خوشحالیشو نشون بده، یه دردی توی حرفاش و صورتش داد میزنه. پدر شوهر اما از طرفی خونسرد و با وقار است و باقی اعضا نمیشه به راحتی قضاوتشون کرد. اما عمه انگار چوب تو آستینش کردن. هر کدوم یه جوری نگاه میکنن که حس میکنی انگار تو امتحانی، نه جشن. گریس با همه سادگی و خلوصش انگار خود نور وسط تاریکیه. عروسی بالاخره اتفاق میفته، همه خوشحالن یا ادای خوشحالا رو در میارن. فقط قیافه عمه‌ای که از الان عاشقش شدم. ساعت حدود 11 شبه، مهمونی تموم شده. مهمونای بیرونی رفتن، فقط خانواده مونده. گریس میخواد سنت حسنه رو به جا بیاره، اما عمه یهو خفتشون میکنه، میگه ای لاشیا، بیاین که دیر شد. گریس که برگاش ریخته بود با تعجب به شوهرش خیره میشه. شوهرش هم میگه عمه سلطان خفگیریه. قبل سکس یه سنت کوچیک داریم، یه بازی کوچیک برای خوشامدگویی. گریس هم میگه باش. همه جمع میشن توی یه سالن چوبی. دیوارا پر از تابلوهای قدیمی، یه پیانو که یکی از خدمتکارا گوشه سالن داره مینوازه. گریس یه دوری تو سالن میزنه و برگاش میریزه از این همه زیبایی. همه خانواده دور یه میز جمع میشن، اما به طرز عجیبی صندلی بالای میز خالیه و کسی اونجا نشسته. پدر خانواده میگه ما یه سنت کوچولو داریم برای خوشامدگویی. هر تازه واردی که میخواد وارد خانواده بشه باید با ما یه بازی انجام بده. همه لبخند میزنن. همه انگار از قبل میدونستن. فقط گریسی که جا میخوره ولی لبخندش رو حفظ میکنه و سری به عنوان تایید نشون میده. پدر خانواده پشت میز وای میسته، جعبه چوبی رو در میاره، قدیمی، کهنه ولی با ظرافتی خاص. میگه اینو پدر بزرگمون ساخته، یه جعبه جادویی، جعبه‌ای که بازی رو خودش انتخاب میکنه. این جعبه دست به دست میشه تا میرسه به دست گریس. بهش میگن برای شروع بازی باید یه کارت از توش برداری، هر چی اومد همونو بازی میکنیم. گریس با کنجکاوی کارت رو در میاره. همه ساکتن. الکس کنار گریس نشسته، دستشو گرفته ولی سرده، یخ زده. گریس کارت رو در میاره، نفسو در سینه حبس میشن. پدر نگاهی به کارت میندازه، چشماش فقط برای یه لحظه برق میزنه. یه برق ریز ولی هست. میگه بازی قایم موشک در اومد. همه به هم خیره میشن و جا میخورن، ولی خودشونو خونسرد نشون میدن. الکس از گریس میپرسه مطمئنی میخوای بازی کنی؟ گریس میخنده، میگه خب آره، گفتیم رسم دیگه. همه دوباره به هم نگاه میکنن. پدر میگه خب گریس جان، عروس گلم، برو یه جا قایم شو و سعی کن تا صبح پیدات نکنیم. گریس هم میخنده، میگه باشه و داستان قایم موشک از اینجا شروع میشه. اگه فکر کردی فیلم ردی اور نات فقط یه فیلم عروسیه،
بهتره دوباره فکر کنی. چون گاهی اون چیزی که قراره واردش بشی نه یه خانواده است، نه یه رابطه، یه نقابه و زیر اون نقاب هر چی که باشه خیلی وقته که منتظرته.